سلام به همگی. من گلنازم، مربی یوگا. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز جلسه کوتاه و کامل داریم با این حلقه های کش مینی لوپ. خب شروع میکنم از حرکت های دستم. همونجوری که من همیشه تو ویدیوها بهتون میگم، شما بچه‌ها شمارش خودتون رو داشته باشین تا حرکت براتون خسته کننده نشه. من شاید مجبور باشم توی طول تمرین براتون یه سری توضیحات بدم. خب پاهامو به اندازه عرض لگنم باز میذارم، زانوهام سفت و محکم، رونم سفت و محکم، شکممو داخل نگه میدم تا جایی که امکان نفس کشیدن راحت برام باشه. دستام رو به سمت جلو میارم، در امتداد شانم شروع میکنم 10 تکرار. مینی لوپ هم بچه‌ها ببینین کجا انداختم دیگه، دقیقاً بین آرنج و مچ دستمه. شروع میکنم 10 تکرار حرکت ها انجام میدم. باز و بسته میکنم مینی لوپمو، باز و بازتر در واقع، چون بسته شدنش که برای ما، برای عضلاتمون استرسی به وجود نمیاره. پس باز و بازتر، این بازشه، بازتر. 1 2 نفس بکشین، دم و بازدم جاری. 3 4 5 6 7 8 9 10. سعی میکنم سرشونه هامو منقبض نگه دارم، بدنم رها و لخت نیست برم تو حرکت، از بدنم دارم استفاده میکنم آگاهانه. خب میبرم همین ترکیب رو بالای سرم نگه میدارم، انگشتای پاتو رو زمین اکتیو کن، فشار بده، بیا بالا، سر در جهت دیوار روبروه، چشم دیوار روبرو نگاه میکنم. شروع میکنم باز و بازتر. 1 2 3 4 دم و بازدم جاری. 5 6 7 8 فشار انگشتام روی زمین ببینید بچه کم نمیشه. 9 10 دستمو میارم پایین و جلوی بدنم نمیچسبونم برونم که راحت بتونم دامنه حرکتی داشته باشم. دوباره پنجه پاها انگشتا زمین رو داره فشار میده. شروع میکنم 1 2 3 4 5 8 9 دم و بازدم جاری باشه. 10. مینی لوپ رو از پشت بچه انداختم روی ساعد دستم، رو مچتون، اصلا رو مفصل رو نندازیم. شروع میکنم، سینه به سمت جلو باز میشه، قفسه سینم، کتف‌ها میرن به سمت عقب، یعنی شانه‌ها حرکتشون به سمت عقبه. دست رو از باسنم دور میکنم، باز و بازتر. 1 2 3 4 5 6 7 8 دم و بازدم. 9 10. خب حرکت بعدی، مینی لوپ رو میگیرم بین دو دستم، دست چپمو میزنم روی سرشونه راستم و مینی لوپ بین سرشونم و کف دستمه. با دست دیگه مینی لوپ رو میگیرم با دست راست، شروع میکنم آرنج رو میارم در امتداد سرشونه، باز و بسته. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سمت مخالف دوباره مینی لوپ تو دستمه، دست راستم رو میذارم روی سرشونه چپم و با انگشتای دست چپ میخوام حرکت بدم مینی لوپمو. خب آرنج رو میارم در امتداد سرشونه، 10 تا میرم. 1 2 3 4 5 6. بچه هرچی آرنجتونو بیشتر توی طول تمرین در امتداد سرشونتون نگه دارین، تاثیر کشو بیشتر روی عضلاتتون متوجه میشین. امتحان کنید، یعنی اگه آرنج حرکت کنه بیاد پایین، تاثیرش خیلی کم میشه.
میکشم بالا رنجمو. 8 9 و 10. خب میریم برای حرکت‌های پامون. من کشسانی مینیلوپم تغییر دادم، یه ذره قوی ترش کردم. دقیقاً میندازین روی ساق پا مینیلوپتون رو، پاها رو سفت و محکم روی متتون فشار میدیم. قرار پای راستمون از مت فاصله بگیره. میتونم برای کمک دستمو به دیوار بگیرم و شروع کنم پا رو دور کردن بدون اینکه بدنمو بندازم بچه‌ها روی دیوار. میتونم همینجایی که هستم بایستم اگه قدرتشو دارم و شروع کنم پا رو دور و نزدیک کردن. 3 4 5 6 7 دمو بازدم 8 9 10. برمیگردم پای چپم یه دونم با دیوار برم که ببینینش. پای چپم فاصله بدنت رو تا دیوار درست کن به اندازه ساعد دستت و شاید هم یه ذره بیشتر باید باشه. خودتو خیلی روی دست راست قرار نیست بندازی. پای راستتو محکم روی زمین فشار بده. شروع کن پای چپ رو دور کردن. همونجوری که میبینی پامو فلکس گرفتم. 4 و با قدرت دور میکنم. 5 6 7 اینجا داره عضلات سوازتون کار میکنه. 8 9 و 10. حرکت بعدی همونجا روی دوقلوی پام که مینیلوپ قرار داره پاهامو از هم دیگه بیشتر از عرض لگن باز میکنم. اگه زانو درد دارین میتونه پنجه بچرخه به بیرون بدنتون، جایی که اصلا درد زانوتون نباید توی طول حرکت احساس بشه. اگر نه تو حالت طبیعی بدنتون پنجه پا میتونه روبرو رو نگاه کنه. میام پایین و بالا. وقتی میایم پایین دقت کنید که پنجه های پاتون سبک نشه. 10 بار قراره بریم. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. حرکت بعدی همون اسکوات رو میرم پایین. یه ذره فاصله پاهم بیشتر میکنم. میخوام یه جایی که بدنم راحته پایین قرار بگیرم. حالا پایین تر و همون پایین. پایین تر. 2 پایین. پایین تر. پایین. 3 4 پنجه پاتو فشار بده روی زمین. 5 6 7 8 ادامه بده. 9 و 10. خب حرکت بعدی همون اسکوات رو میرم پایین. یه ذره فاصله پاهم بیشتر میکنم. میخوام یه جایی که بدنم راحته پایین قرار بگیرم. حالا پایین تر و همون پایین. پایین تر. 2 پایین. پایین تر. پایین. 3 4 پنجه پاتو فشار بده روی زمین. 5 6 7 8 ادامه بده. 9 و 10.
تو حالت 4 دست پا قرار بگیر. مچ دست ها زیر سرشونه. اگر مچ درد داری میتونی مچ تو یه ذره جلوتر قرار بدی و زانو زیر لگنه. کش همون جایی که میبینید هست، روی یه ذره بالاتر از عضلات دوقلوم اومده. خب شروع میکنم. پامو در امتداد لگن زانومو خارج میکنم به سمت پهلو. 1 2 3. وزنو بنداز رو دستی که پاش از زمین جدا شده. 4 5 6 7. یعنی این بر وزنمو انداختم. 8 9 و 10. نفس میگیرم. هر موقع احتیاج داشتید استراحت کنید میتونید برید تو چایلد پوز یا میتونید برید ماکاراسانا، دراز بکشید رو شکمتون و استراحت کنید. پای مخالف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یه لحظه بچه ها میشینم روی پاشنه های پام و زانوها رو از هم دور میکنم. سینه‌مو میرسونم به نزدیکی زمین. سرم رها میکنم. چند نفس میخوام استراحت کنم. اگه پهلوی سرت رو زمین میذاری جهت پهلوی سرت رو عوض کن. به پشت دراز بکش. فاصله پاهاتو از هم اونقدری کن که خاصیت کشزنی لوپت به کار بیفته. دستات رو میخوای روی زمین فشار بدی و از فشار دستها و کف پاها روی زمین بدون اینکه نزدیک شه زانوهام به هم دیگه لگنم رو جدا کنم بیارم بالا. 1 2 3. اگه حرکت برات راحته میتونی فاصله پاهاتو یه مقدار بیشتر کنی و فاصله پاشنتو تا رونت کمتر کنی تا لگنت. 4 5. نزدیک زمین میارم بچه ها، برگشتش رو نمیرسونم به زمین. 6 7 8. شکمتو تو نگه دار. 9 10. بالا بمون یه لحظه. پا رو باز و بازتر کن. زانوها رو از هم فاصله بده. بازتر. 1 2 3 4 5. شکم تو. 6 7 8 9 10. آروم لگنت رو بذار روی زمین. پاهاتو به هم دیگه نزدیک کن. خب لوپم میارم میذارم توی رونم. شروع میکنم. پاهاتو به هم بچسبون. باداکاناسانا خوابی دست بچه. سوپتا باداکاناسانا. حرکت پروانه. کف پاها رو به هم دیگه بچسبون. 2 تا زانو رو هدایت کن به سمت زمین. هر زانو سمت خودش. راست به سمت راست و چپ به سمت چپ. دستات رو میتونی بالا نگه داری. میتونی بذاری روی شکمت. 3 4. با قدرت انجام بده حرکت رو، نه با سرعت. 5. میام پایین بچه ها. یه نفس مکس میکنم. میبینین کف پاهاتو به هم فشار بده. مکس کن. 6. تو طول حرکت ستون فقراتت از زمین کنده نشه. وکیوم کن نافتو به سمت ستون فقرات. 7 8 9 10. خب حرکت بعدی. پاهامو میارم بالا. زاویه ساق پام و رونم میشه 90 درجه. پاهاتو از هم دیگه دور کن. یعنی کش در حالت کشزنی قرار داره. حرکت شکمت رو به سمت زمین وکیوم کن.
حسابی نافتو بکش به سمت ستون فقراتت. 1 2 3 4 5 6 7. چونه نچسبه به سینه، به اندازه یه مشت فاصله داره. 8 9 10. بالا بمون با من. آفرین، عالیه. بمون. نافتو وکیوم کن به سمت ستون فقراتت، بکش به سمت ستون فقراتت و متت. خیلی آروم برگرد روی زمین. حرکت بعدی، روی ساعدت قرار بگیر، با دستت فشار بیار و بدنتو از زمین دور کنی. مثلث پهلو و دستت رو لازم داری، نیفت توی این، قشنگ سر جای خودش قرار بده. دست دیگه رو بذار جلوی بدنت به عنوان تکیهگاه. پای زیر رو میتونی خم کنی، میتونی صاف نگه داری. من خم میکنم پامو. پای روی پوینته و مینی لوپت توی رونت قرار داره. حتما با زانو فاصله داشته باشه. شروع میکنم 10 تا 1. بدنم بچه‌ها یه خط صافه. اگه از بالا نگاه کنید این خط کش یه خط صافه. 2 3. اینو نگه میدارم. 4 5 6 7 8 9 10. اگر مشکل گردن داری، سر و گردنت در روبرو رو نگاه میکنه. وزن سر رو زیاد روی گردن ننداز، جهت گردن رو خیلی تغییر نده. پای مخالف، پای زیر رو خم میکنم، ساعدم روی زمینه، زانوها در امتداد همدیگه هستن. این زانو خیلی عقب‌تر یا خیلی جلوتر نمیره. دست آزادم تکیه میده روی زمین جلوی شکمم. شروع میکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب بشین روی متت. پاشنه های پاتو تا جایی که برات امکان داره نزدیک کن به پوبیک بونت. دست هات سینه پات، روی انگشتای پاتو میگیره. میخوام پاها به سمت زمین بیاد، واداکوناسان باشه و برگرده دستامو بغل کنه. خوابیدش هم رفتیم سوپتا واداکوناسان. اینجا نگاه کن، قوز نمی کنم. سینه تا ستون فقراتتو بکش به سمت سقف، به سمت دیوار روبرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. روی شکمت بخواب. کش رو بنداز تو ساعد دستت. کش رو باز کن همین پایین که هستی. پیشونی تو بذار روی زمین. میتونی پاهات رو از زمین جدا کنی و بعد دست و سرت رو جدا کنی. میتونی پاهاتو خم نگه داری، رون تو از زمین جدا کنی و بعد دست سرتو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. بیا پایین. عضلات سرشونت میدونم که حسابی داره حس میشه. خب بچه ها میریم بر سرد کردن.
کف پاهامو از زمین فاصله میدم. سعی میکنم دوتا پامو بغل کنم با دستام و خیلی آروم سرمو نزدیک کنم به زانوهام. بمون 3 نفس. 1 2 3. آروم برگرد. قوزک خارجی پای راستت رو بذار بالای زانوی پای چپت و با دست راستت داخل زانو رو فشار بده به سمت دیوار مقابلش. نگه دار. 3 نفس. سعی کن بدنت رو رها کنی. برگرد پای چپت. کف دو پا رو بذار روی زمین. حرکت 90-90. هر دو زانو به یک سمت میرن. سر و سینه میچرخه به سمت مخالف. اگه جا داری دستاتو مثل صلیب دراز کن در امتداد سرشونت. 1. زانوها میرن سمت راست، سر و سینم میره سمت چپ. سینم بچه ها نه، در واقع سر و گردنم. 3. اتفاقا سرشونه هام رو زمین نگه داشته چون میخوام جای ذره کش بیارم. و 5. رها کن پهلو زانو تو رو زمین و برگرد. یه شاواسانای کوتاه 1-2 دقیقه‌ای هم با هم دیگه داشته باشیم. خب اگر نیاز داری و بدنت سرد میشه میتونی چیزی رو خودت بندازی. به پشتت دراز بکش. دستات رو رها کن. کف دستا میتونه سقف رو ببینه. پاهات رو رها کن. بین پاها اگه دوست داری میتونی فاصله بدی. ستون فقراتت رو روی زمین رها کن. اگر کمرت رو احساس میکنی، دردی تو ناحیه پایین کمر احساس میکنی، میتونی به آرومی زانوهات رو خم کنی و بذاری کمرت زمین رو لمس کنه. حالا کمرت رو روی زمین حسابی راحت کن. رها کن. پوست صورتت رو رها کن. فاصله دندونهات رو از هم دیگه نگه دار و زبونت رو در حفره دهان رها کن. بذار پوست پیشونی کشیده بشه به سمت انتهای ابروها، به سمت رویش مو. طول پیشونیت رو بلند کن. گونه هات رو رها کن به سمت گوش ها. تا هر وقت که دوست داری میتونی تمرکزت رو بدی به نفس هات، به دم و بازدمت و توی شاواسانا بمونی. من میخوام به آرومی از حرکت بیام بیرون. میچرخم به پهلوی راستم. بدنم رو در حالت جنینی قرار میدم. زانوها نزدیک میشه به سر. رها میکنم. پهلوی بدنم رو روی زمین خیلی آروم از دست چپم کمک میگیرم و میشینم روی متم. بدنت رو توی حالت راحت قرار بده. سر و گردنت رو رها کن به سمت دستهات. کف دستات که روی همدیگه است، همدیگه رو داره لمس میکنه. از خودت قدردانی کن بابت همراهی که بدنت باهات کرده تا اینجا.
نماسته بچه‌ها، امیدوارم که تمرین براتون خیلی خوب بوده باشه. اگر دوست دارین میتونین نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون رو کامنت کنین. من خوشحال میشم، به تک تکشون هم جواب میدم. اگر ویدیو براتون مفید بوده لطفاً لایک کنید، به اشتراک بذارین با دوستانتون و همراه من باشین توی کانال. خوشحال میشم که ببینمتون. فعلا خداحافظ.